دفتر وکالت سینا پهلوان با توجه به شرایط زندگی مردم در یزد تصمیم گرفته حق الوکاله و هزینه خدمات حقوقی خودش رو به صورت منصفانه کاهش بده. چون ما اعتقاد داریم که عدالت تنها در دادگاه نیست و با همدلی و همراهی در سختی‌ها معنا پیدا می‌کند. هدف دفتر وکالت ما با حدود 15 سال سابقه این است که عدالت برای همه قابل دسترس باشد و عدم توانایی مالی مانع احقاق حق نشود. بنابراین همشهریانی که توان مالی استخدام وکیل را ندارند می توانند از خدمات حقوقی دفتر حقوقی سینا پهلوان و همکاران مانند مشاوره و وکالت به صورت رایگان استفاده بکنند و همچنین در نظر گرفته حق الوکاله‌های خود را برای بقیه همشهریان دریازی به صورت نصف بها محاسبه نمایند. با آرزوی سرافرازی برای مردم خوب و با فرهنگ در یزد پیروز و دادگستر باشید.